الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، به هر یکی ما و شما معلوم است که ما در ماه ذوالحجه قرار داریم و از الله حق سبحانه و تعالی دعا میکنیم که الله تعالی ما و شما را بر طاعت و عبادت خودش در این روزهای مبارک، در این روزهایی که فضیلتش خیلی در نزد الله تعالی بلند است و قدر و قیمتش خیلی در نزد الله تعالی بلند است، الله تعالی ما و شما را بر طاعت و عبادت خودش موفق گرداند. دوستان عزیز، یک چند گفتنی های درباره ماه ذوالحجه و مخصوصا دهه این ماه مبارک گفتنی های دارم و البته فضیلت دهه ذوالحجه چنانی که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم قسم یاد کرده در سوره فجر گفته است والفجر و لیال عشر، قسم به صبح به وقت نماز بامداد و همچنین سوگند به چی؟ به شب‌های دهه. و چنانه که معلوم است الله حق سبحانه و تعالی با هر چیزی از مخلوقاتش که قدر و قیمتش و همچنین فضیلتش در نزد الله تعالی خیلی بزرگ است، الله تعالی قسم یاد میکند. اما ما بندگان باشیم تنها با نام بزرگ الله تعالی قسم خوردنمان درست است. بجز نام بزرگ الله تعالی با دیگر مخلوقاتش قسم یاد کردن ما و شما حرام است و درست نیست. اما الله حق سبحانه و تعالی هر چیزی که فضیلتش و قدر و قیمتش در نزد او الله تعالی بلند است، با همون چیزها الله تعالی سوگند یاد میکند و اینجا الله تعالی به دهه قسم خورده ایستاده است و آن دهه را اکثریت مفسران گفتند که مقصد از همین دهه ماه ذوالحجه است، دهه اول ماه ذوالحجه است. و ابن کثیر در تفسیر خود میگویند و صحیحش درسترش همین دهه چی است؟ دهه ذوالحجه است. و همچنین در حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یگان عمل صالح بهتر و محبوبتر در نزد الله تعالی نیست مگر در همین دهه اول ماه ذوالحجه. صحابه ها میپرسند ولی الجهاد یا رسول الله، میگویند ای رسول الله حتی جهادم با عمل صالح در این ماه مبارک برابر نمی شود؟ اجر و ثواب جهاد در نزد الله تعالی از این یعنی از جهاد هم دیده محبوب تر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن ولی الجهاد، و نه جهاد مگر شخصی که با مال و با نفسش در راه الله تعالی برآمد و با یگان چیز برنگشت، هم مالش هم نفسش را در راه الله تعالی بخشیده است و شهید شده است. در اینجا یک نکته خیلی مهم است برادران عزیز، ببینید که صحابه ها در حال از پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند محبوب ترین عمل ها در نزد الله تعالی در همین دهه است، از این دیده محبوب تر دیگر عمل وجود ندارد، گفتند در حال صحابه ها چی گفتند؟ ولی الجهاد، و نه جهاد ای رسول الله. نماز نگفتند، روزه نگفتند، دیگر عمل های صالح یا حج را نگفتند. و این مخصوصا این ماهی چی است؟ ماه حج است. چی گفتند؟ ولی الجهاد یا رسول الله، و نه جهاد، زیرا اینکه در قلب آنها و در ذهن آنها جایگیر شده بود که ذروة سنام الاسلام، از همه قله بلندترین اسلام این چی است؟ جهاد است. محبت جهاد در قلب آنها جایگیر شده بود. برای همین گفتند که و نه جهاد ای رسول الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم نه. بنابراین از همین حدیث باز یک فایده دیگر معلوم می شود که آنهایی که شب و روز دعوای جهاد میکنند و اما عمل صالح نمی کنند چه هستند؟ آنها دروغگوی هستند. بنابراین دوستان عزیز، نفری که دعوای جهاد میکند اولین درهای جهاد همین عمل صالح در دهه مبارکه و در دیگر روزها است. انسانی که بر عمل صالح پایبند می شود در این ماه مبارک، در این دهه اول و همچنین در دیگر روزها، همون نفر چه است؟ از همه انسانی هست که با قلبش و با عملش دلالت میکند بر صادق بودنش. در چی؟ در جهاد. اما دعوای بیهوده، انسانی که میگوید که من جهاد میکنم و تیار هستم و آماده هستم برای جهاد اما عمل ندارد و اعمال صالح را در این ماه مبارک و در این دهه مبارک غنیمت نمیشمارد،
دعواهایش دعواهای معلوم می شود که دروغین است. بنابراین دوستان عزیز، این بود یک چند فضیلت ها و همچنین فضیلت دیگر این است که در این دهه یک روز هست که بهترین روز سال، از آن دیده روزی بهترین نیست، آن هم باشد روز عرفه. نهمین روز ذوالحجه روز عرفه است و چنانه که اهل علم گفتند یوم الحج الاکبر، چنانه که در همون آیت آمده است حج الاکبر چه است؟ روز عرفه است. و از همه بهترین عمل در روز عرفه این روزه گرفتن روز عرفه است. نهم ذوالحجه وقتی انسان روزه میگیرد، چنانه که در حدیث آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند احتسب عند الله صیام عرفه، روزه گرفتن روز عرفه، احتسب عند الله ان یکفر الذنوب السنه الماضیه و السنه القادمه، گناهان یک سال گذشته و یک سال می آمده را مغفرت میکند. و باز یک نکته خیلی مهم در این دهه مبارکه و دهه ذوالحجه دوستان عزیز، شخصی که میخواهد از این دهه مبارکه غنیمت شمارد و ثواب و اجر و حسنات زیاد گیرد، یک قاعده طلایی برایش برادر عزیز و خواهر گرامی، شخصی که در گناه غوطه میزند و در عین زمان میخواهد که با عملهای صالح به الله تعالی نزدیک شود، هرگز و هرگز نمیتواند. شخصی که در گناه اصرار میورزد و در یک گناهش یک روی میکند، آن شخص از رحمت الله تعالی محروم میشود. مخصوصا در این ماه مبارک و ایام ماه محرم، این ماه ها یکی از ماه‌هایی هست که در نزد الله تعالی محرم است و قدر و قیمتش خیلی بزرگ است و همان نفری که طاعت و عبادت میکند و اجرش زیاد میشود، نفری که حرام کرده های الله تعالی را پایمال میکند و بران گرفتار میشود، گناهش یک چند مراتب زیاد میشود و از دیگر ثواب طاعت و عبادتش محروم میشود. بنابراین برادر و خواهر گرامی، تمام درهای گناه را برای خودت محکم کن. هر دری که هست برایت چیکار کن؟ برایت محکم کن. چنانه که الله تعالی میگوید ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما هرگز خطوه ها و قدم های شیطان را پیروی نکنید. هر قدم و هر دریچه هایی که شما را به گناه نزدیک میکند و شما را به گناه وادار میکند، همون درها را همه‌اش را یک عزیمت، یک اراده قوی گویید که الله تعالی من بس میکنم تمام. اگر همین قاعده طلایی را ما و شما تطبیق کردیم و قرار آخران ما و شما همین بود که پروردگار را بس است، همه درهای گناه را من چیکار میکنم؟ برای خود محکم میکنم. انشاءالله که تمام دیگر درهای رحمت الله تعالی برای ما و شما گشاده میشه. برادر و خواهر عزیز، شما گمان میکنید که کثافت گناه در حیات شما دیده نمیشود؟ ذکرهایی که زبان ما و شما قلف بسته میشود، همه این چی است؟ کثافت گناه نبوده. تلاوت قرآن محروم میشویم سالها یا از لذت و حلاوت آن محروم میشویم، همه این کثافت گناه نبوده. باز کثافت چی است؟ این سنگدلی که ما و شما از آن شکایت میکنیم و این دلی که ما و شما امروز میگویم ایمان من ضعیف شده است چیکار کنم، همه همین بجز کثافت گناه نبوده. باز چی باشه؟ بنابراین این فرصت طلایی برای ما و شما، الله تعالی ما و شما را پس از ماه شریف رمضان، نفرهایی بودند که ماه شریف رمضان را غنیمت نشماردند، این باز فرصت طلایی، روزهای دهه ذوالحجه با اتفاق علما بهتر و افضلتر است از روزهای دهه آخر ماه شریف رمضان. اگر شبهای آخر رمضان بهترین شبها باشد و اگر شب قدر بهترین شب سال باشد، روزهای دهه ذوالحجه بهترین روز سال است و روز عرفه بهترین روز سال است. بنابراین دوستان عزیز،
باز یک فرصت نو برای ما و شما. الله تعالی رو دعا میکنیم که الله تعالی ما و شما رو از رحمت خود محروم نسازد در این روزهای مبارک. و الله تعالی رو دعا کنیم که الله تعالی سنگدلی ما و شما رو الله تعالی با رحمت خودش نرم بگرداند و از تمام معصیت و از تمام گناه ها، هر دری گناهی که در ما و شما هست، الله تعالی آن را محکم کند و الله تعالی بر طاعت و عبادت و عملهای صالح ما و شما را موفق بگرداند. تا نوار آینده، الله نگهبانتان باشد.